سلام دوستان، مغزی سویچ رو گذاشتم براتون. میبینید سویچ MVM 530 اومدم ماشین روشن کنم دیدم سویچ هرزه. باز کردم توی اینترنت نگاه کردم 5,700,000 خورده پولش بود. گفتم تعمیرش کنم. مغزی سویچ رو باز کردم، همینطور که میبینین جایی که سویچ به مغزی وصل میشه این زائده کنده شده، سرب خشک جدا شده. حالا ما یه طرحی میریزیم که اینو احیاش کنیم. یه چاک میدیم، اون زائده رو برمیداریم چون سرب خشکه. یه چاک میدیم با یه زائده آهنی، ما میخوایم جایگزین این زائده خودش یه وسیله درست کنیم. الان داریم این قطعه رو چاک میدیم، چاک خورده. این زائده که میخوایم بذاریم یا زائده خودش البته قابل استفاده نیست، سرب خشک. باید از آهن، از یه پیچی ما استفاده میکنیم. همونطور که تصویر میبینید این پیچ رو من سابیدم به اندازه اون چاک که زدم و به اندازه که بیرون از اون باید بیاد تا مغزی سویچ رو بچرخونه اندازه میزنم و این قطعه رو درست میکنم. قطعه تقریبا درست شده. حالا از پیچ اصلی جداش میکنم، اندازه ها رو مغزی میزنم ببینم اندازه هست یا نه. پرداختاری نگفته نمونه این زائده رو که من میخوام بزنم توی اون چاک وای نمیشه اونجا، باید یه سوراخ بزنم بهش و اونو پرچش کنم. اصطلاحاً سوراخ رو دارم میزنم رو اون قطعه که ساختم، هم رو اون قطعه سوراخ میخوره هم رو اون مغزی که چاک دادم. یه دونه میخ ریز درست میکنم، میندازم روش و از دو طرف کامل اینو میکوبم حالت پرچ بشه. به عنوان محکم کاری هم یه مقدار چسب قطره‌ای روش میچکنم. الان دارم میکوبم قطعه‌ای که گذاشتم اونجا و میخی که گذاشتم دارم فیکسش میکنم روش. زائده اضافه گرفته میشه با سنگ انگشتی و آماده میشه برای مونتاژ. چسب قطعه‌ای رو میزنم روش برای محکم کاری. این قطعه از قطعه فابریک خودش محکم تره چون فلز آهنه، دیگه سرب خشک نیست. خیلی خوب، اونو سوارش کردیم. حالا مغزی سویچمون رو یه مقدار گریس کاری میکنیم که مغزی رو جا بزنیم. حالا مغزی که ترمیمش کردیم جا میزنیم. یه زائده این پشت داره، خار داره، باید از همونجا بیاد بیرون، باید بچرخه. الان افتاد سرش. یه مقدار گیریش هم میزنیم روش برای روان بودن سویچ ما. خب اینم مغزی سویچه که میخواد اون تو کار کنه. یه مقدار هم به این گیریش میزنیم که شاسی تمیزش کردیم. البته نگفته نمونه اگه مغزی سویچ رو من تعویض میکردم باید برای کدزنی نزدیک 2 میلیون تومان هم هزینه کدزنی این سویچ میشد. حدود 8 میلیون تومان برای من آب میخورد. خب مغزی رو جا میزنیم. خب سویچ اون الان فیکس شد سر جاش. حالا این قطعه‌ای که برای استارت خوردن مغزی سویچ سوار میشه پشتش با 2 تا پیچ 6 که 4 سو هستن، بسته میشه سر جاش و آماده برای استارت خوردن میره روی ماشین بسته میشه. انشالله که کار کنه و مطمئنا از قطعه فابریکش بهتر کار خواهد کرد. دیگه شکستن تو کار نیست. حالا سوار ماشین میکنیم و استارت با امید خدا.
ممنون که ما رو همراهی میکنید. خدا نگهدار.